سلام و درود به دوستان و عزیزان کانال یوتیوب سوریا. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. عزیزان سوریایی، لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. اگر دوست دارین که از ویدیوهای سوریا دیدن کنید و نیتاتون رو، جواب نیتاتون رو در اینجا ببینید. عزیزان، امروز با یک در واقع پیام از سمت تاروت‌های در واقع بسیار خوش انرژی و دک‌های بسیار قوی می‌خوایم یک خبر یا یک اتفاق یا یک پیش آمدی که امروز امکانش هست که برای شما در واقع اتفاق بیفته رو میخواد به همون بگه. پس عزیزان متمرکز بشید و نیازی به نیت، فقط انرژی هاتون رو همسو کنید تا ببینیم که پیامی که تاروت برای ما داره برای امروز ما چی میتونه باشه. خب عزیزان، بریم برای تفسیر ببینیم که این پیغامی که تاروت میخواد امروز بده چیه. اولا که داره بهتون میگه امروز روزیه که بهتون خبرهای خوبی میرسه و این خبرها میتونه با تلفن باشه، میتونه با پیام باشه، ایمیل باشه، فرقی نمیکنه، میتونه رو در رو باشه. پیامهایی به شما میرسه که میتونه هم در مورد مسائل کاری، مالی، پولی باشه، چون خیلی این کارت های مالی و پولی افتاده. هم میتونه احساسی و عاطفی باشه. اگر نگرانی، ناراحتی براتون تو یک موضوع احساسی عاطفی هست، امروز روزیه که وقتشه و شما یک جور با هم روبرو میشین و صحبت میکنید و این صحبت ها خوب افتاده، خوشایند افتاده و بعد از اینکه این صحبت ها رو انجام دادین دوباره در کنار هم قرار میگیرین، انگار به یک تفاهم یا به یک نقطه رسیدین که دیگه به اون اشتباهتون پی بردین. امروز روزیه که دارین به رویاهاتون فکر میکنید و حالا این رویا میتونه احساسی باشه، میتونه از نظر کاری، مالی یا ورود به کاری باشه. در هر صورت امروز براتون از نظر این که به رویاهاتون فکر کنید یا بخواید دست پیدا کنید و راهی براتون هست، فوق‌العاده عالی افتاده. حتی رویایی مثلا ورود به دانشگاه یا در واقع تو رشته‌ای که دوست دارین، انگار یه روزیه که یک خبری از این مسائل یا از این موقعیت تحصیلی برای شما هستش. حالا هر کدومتون تو هر شرایطی که هستین میتونه برای همون شخص باشه. و اینکه پیغام امروز باز داره از نظر مادیات میگه که اولا بهتون گفتم، میگه انگار خبر یا اتفاقی که خیلی وقته یا شاید منتظرش هستین، منتظرش بودین، یک پولیه که به زندگیتون رنگ و رو میده و انگار به یک باره شما رو از یک حال بد وارد حال خوب میکنه. مثل شرایطی که پولی به کسی دادین و ناامید بودین، انگار امروز بهتون داده میشه. مصاحبه کاری داشتین که انگار امروز بهتون جواب مثبت داده میشه، روی شراکت، روی یک امضا. و میگم هر چیزی که در رابطه با یک فکر و خیال
مالی براتون بوده، بسیار 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 عالی افتاده. امروز پیام تاروت به شما این بود و خدا را شکر هر 10 تا کارت هایی هستن که فوق العاده عالی و نگرانی هایی که تقریبا وجود داشت توی این پیام تاروت، انقدر کارت های زیبایی در اومد که روز خنثی شدن نگرانی ها و ناراحتی های شما عزیزانه. سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعد.